هنگامی که عیسی از من خواست که از او پیروی کنم، من در ابتدا مردد بودم، زیرا به عیسی گفتم که باید صبر کنم تا پدر بیمارم را دفن کنم. اما عیسی به من گفت: بگذار مردگان خود را دفن کنند، اما تو برو و پادشاهی خدا را اعلام کن. در آن زمان بود که از او یک سوال پرسیدم: خداوندا، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی خواهد. و گفت: هر که مرا دیده باشد پدر را دیده است. من فیلیپ رسول، یکی از 12 شاگرد عیسی هستم. من هم مانند سیمون پتروس و برادرش اندرو، اهل بیتسایدا، شهر جلیل هستم. برای همه ما شاگردان این هزینه پیروی از عیسی. در میان همه شاگردان من بیشتر از دیگران مرد عملی با تفکر یونانی بودم. در شهرهای یونانی، سوریه و فریجیا با جسارت موعظه کردم. در شهر یونانی هیراپولیس به شهادت رسیدم و مرا از درخت زیتون به صلیب وارونه آویزان کرد.